تصور کن یه شب گرم تابستونی توی سال 1969 میلیاردها نفر جلوی تلویزیوناشون نشستن. نفساشون تو سینه حبس شده و همه منتظرن که یه اتفاق تاریخی رقم بخوره. روی صفحه سیاه و سفید تلویزیون تصویری محو ظاهر میشه. یه فضانورد با لباس سفید براق آروم آروم از نردبان پایین میاد و قدم روی یک دنیای کاملا ناشناخته میذاره. همین لحظه بود که تاریخ بشر برای همیشه تغییر کرد. این لحظه اولین قدم انسان روی ماه بود. اما این اتفاق خارق‌العاده فقط یه داستان علمی تخیلی نبود. پشت این ماجرا ماه‌ها تلاش بیوقفه بود. چالش‌های خطرناک و رقابت‌های تاریخی روش قرار داشت. امروز قرار سفری در زمان داشته باشیم و ببینیم چطور نیل آرمسترانگ و باز آلدرین و مایکل کالیز به اولین کاوشگران ماه تبدیل شدند و رویاهای فضایی بشریت رو به واقعیت تبدیل کردند. اگه آماده اید بریم به فضا. رادیو راوی. داستان این ماجراجویی از جنگ سرد شروع شد. رقابتی فضایی بین دو قدرت بزرگ جهان، آمریکا و شوروی. سال 1961 شوروی موفق شد یوری گاگارین رو به فضا بفرسته و اولین انسانی باشه که به مدار زمین میرسه. آمریکا نمیخواست عقب بمونه. رئیس جمهور وقت جان اف کندی در سخنرانی تاریخیش گفت I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. ما تصمیم داریم قبل از پایان این دهه انسان رو به ماه بفرستیم و سالم به زمین بازگردونیمش. این چالش تاریخی برای ناسا آغاز یک مسیر پرخطر و پرماجرا بود. مأموریت آپولو 11. آپولو 11 سفینه‌ای که از اسمش معلومه جاودانه شد. از سال 16 ژوئیه 1969 از مرکز فضایی کندی پرتاب شد. 3 فضانورد شجاع به اسمای نیل آرمسترانگ فرمانده مأموریت، باز آلدرین خلبان ماهنشین و مایکل کالینز خلبان ماژول فرماندهی که بعد از 3 روز سفر طولانی سفینه به مدار ماه رسید. ولی چالش واقعی تازه شروع شده بود. ماژول ماهنشین ایگل که از آرمسترانگ و آلدرین داخلش بودند باید فرودی بی‌نقص روی سطح ماه می‌داشتند. این ماژول به آرامی از سفینه جدا شد، اما مشکلات زیادی پیش اومد. سیستم‌های کامپیوتری هشدار خطا می‌دادن و سوخت هم داشت تموم می‌شد. لحظه‌ای که همه فکر می‌کردن مأموریت شکست خورده، آرمسترانگ با مهارت و تمرکز فوق‌العاده کنترل سفینه رو به دست گرفت. در 20 ژوئن 1969 صدای رادیوی ناسا پخش شد. ایگل فرود اومد. لحظه‌ای که همه جهان منتظرش بودن، نیل آرمسترانگ آروم آروم از نردبان ماژول پایین اومد و اولین نگاه بشر به سطح ماه شکل گرفت. با قدم گذاشتن روی ماه اون جمله جاودانه رو گفت. این یک قدم کوچیک برای انسان و یک جهش بزرگ برای بشریت. باز آلدرین هم به ماه پیوست و پرچم آمریکا روی سطح ماه نصب شد. تصویری که تا همیشه در تاریخ بشر ماندگار میمونه. و این اولین ماجراجویی بزرگ انسان در دنیای فراتر از زمین بود.
جایی که رویاهای غیر ممکن به واقعیت تبدیل شدن. شما چی فکر میکنید؟ اگه فرصت سفر به ماه رو داشتید حاضر بودید خطر کنین؟ نظراتتون رو توی کامنت ها حتما برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید تا ماجراهای تاریخی بیشتری رو با هم کشف کنیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.